خب سلام علیکم دوباره بچه های گل. میخواستم بهتون بگم این کلمه بازی ها کلمه بندی کلمه نه، حروف ها و حرفای حروف ها عدد حرفام که قبل جلوی صدا گذاری اینا همونجور که تو ویدیو قبلی عرض کردم، ویدیو پایینی میتونید برین تو چنلم نگاه کنید. ویدیو پایینی رو نوشتم دال به ت، گاف به چه، که به جه. این هم زبانهای کشورهای مختلف رو میاره و همینطور اون تصاویر یا نگاههایی یا لحظه‌هایی که توی زمانهای مختلف ثبت کردی تو مغز مخت یا هر چی قاطی پاتی بگم. من اینو باش نوشتم با دال با دال به ت. دالو که خط میزنیم میشه ت. آی الف د، الف دال میشه او. لیش هم که بعضی موقع می نویسیم یا اصلا می نوزیمشون دور، آشغالیه به درد نخور. تو دهنی میزنی بستنی ها رو، منم که زیر ذره‌بین عینکم میخونم. فرار کردی ناقلا کدگتو، سوختی بیا جلو بگم گدگتو میشه داینامیکه. با کیک بوی شیرینی که امشب بو کردی. یعنی من با این جملاتی که نوشتم امشب رو اینجور توصیف کردم که این از فیزیک، توی فیزیک اسمش هست داینامیک. داینامیک یعنی که بتونی با کلمات یه جور رپ بازی کنی، گیم بازی، گیم نه رپ بازی، گیم آره ولی رپ گیم، ببخشید رپ گیم کنی و و زبانهای مختلف با اگه دسترسی به زبانهای مختلف داشته باشی میتونی میفهمی که چی ها رو بنویسی چی ها رو ننویسی.